دلیل و گواهی نداریم که خدا وجود نداره. برخی از خداباوران وقتی با انتقاد مواجه میشن از این استدلال استفاده میکنن تا اینکه زحمت اثبات رو بر دوش خدا ناباوران بندازن. اگرچه این تاکتیک بسیار هوشمندانه است، ولی در رو به روی بی‌معنیگری باز میکنه. بر اساس این استدلال تا زمانی که اشتباه بودن اعتقاد ما ثابت نشده میتونیم به هر چیزی ایمان داشته باشیم، حتی چیزایی که هنوز در موردشون فکر نکرده ایم. واضحه که در اینجا از منطق برای درک واقعیت استفاده نمیشه. اگر معیار ما برای قبول درستی چیزی تنها فقدان دلیل و گواه در رد اون باشه، ناگهان بی نهایت نظریه پدید خواهد اومد که باید حقیقی انگاشته شد. بسیاری از تحلیلگران از این موضوع الهام گرفتند و آزمایشات فکری بازیگوشانه‌ای آفریدند. اسب صورتی شاخدار نامرئی، اسبی که باورمندان به اون اعتقاد دارند که نامرئیه، چرا که تا به حال دیده نشده، اما با این وجود ایمان دارند که صورتیه. اژدهای پارکینگ کارل سیگان یک آزمایش فکری است که او در کتاب دیمون هانتید ورد معرفی کرده. این اژدهای نامرئی در هوا شناوره، گرمایی تولید نمیکنه و جسمی هم نداره و این گونه با حواس پنجگانه قابل ادراک نیست. قوری راسل یک قوری فرضیه که در مداری به دور خورشید میچرخه. نمی شود وجود این قوری رو رد کرد. البته این مثال ها بسیار شوخ‌طبانه هستند و راسل واقعا باور نداشت که یک قوری به دور خورشید در حال چرخشه. با این حال راهی هم وجود نداره که بشود با قاطعیت واقعی نبودن این ادعاهای خیالی رو رد کرد و این گونه بی‌معنی بودن این خط فکری مشخص میشه. استدلال اژدهای نامرئی از کارل سیگان بیفایده بودن استدلال‌های موردی رو در توضیح واقعیت نشون میده. استدلال موردی نوعی بهونه تراشیه تا بدون ارائه دلیل بشود انتقادهای وارد بر یک استدلال رو توجیه کرد. معمولاً مدعی زمانی از استدلال موردی استفاده میکنه که ناامیدانه میخواهد تئوری خود را از باطل شدن توسط دیگر استدلالها نجات بده. اژدهای فرضی پارکینگ کارل سیگان از اونجایی که نامرئی دیده نمیشه، اما یک شخص شکاک پافشاری میکنه و خواهان مدرک میشه. اژدها رد پایی نداره زیرا در هوا حرکت میکنه و آتش نامرئی دهان او نیز گرمایی نداره. بدین شکل می شود نبود هر گونه سند و مدرکی رو توجیه کرد. این توجیه کردنها نمیتونن صحتی باشن بر درستی ادعای اصلی. در واقع برای چیزایی که وجود ندارن استفاده از استدلال موردی ساده ترین کاره، چرا که به این طریق میتونیم هر اندازه که دلمون میخواد استدلالهای خیالی بیاریم. افزایش توصیفات مبهم در مورد خدا همان برآیند استفاده از استدلال موردی توسط خدا باوران میباشد. دلیل تراشی‌هایی که در ویدیوهای قبل توضیح دادم نمونه‌هایی از مقالطه موردی میباشد. این گونه دلیل تراشی‌ها اونقدر مفهوم خدا رو مبهم میسازند که دیگه نمیشه این انگار رو رد کرد، ولی در این حال اندکی هم عرابه اثبات مدعی رو جابجا نمیکنه.